یه استاد بزرگی وجود داره، من اجازه ندارم اسمش رو ببرم. این تو یه آژانس تاکسی تلفنی کار میکرد. خوب دقت بفرمایید دوستان، ببین یه کسی که شخصیت داره چقدر موفقیت بهش نزدیک‌تره. این کارش چی بود؟ اولا میگفت همیشه ماشین من تحت هر شرایطی تمیز بود، حتی اگه بارون میومد یه مسافر پیاده میشد من زیر پایش رو تمیز میکردم. مسافر که میومد بلافاصله پیاده میشدم در رو براش وا میکردم، میگفتم بفرمایید. مسافر چیزی نیاز داشت، مثلا میگفت آقا وایس من برم لذیذ ماست بگیرم، میگفتم شما بفرمایید من براتون میگیرم. میگه به حدی شد 50 تا زنگ میخورد آژانس، 40 تا میگفتن فلانی رو بفرست. بعد هر کی هم بهش میگه آقا میخوای بیا راننده شخصی ماشی، گفت نه به آژانس بگید منو بفرسته، من نه. خلاف هم در کارش نبود. به حدی شده بود که تمام کارمندای اونجا از این متنفر شده بودن، دوست داشتن این سقط شه. خودش میگه این اصطلاح خودشه. چرا؟ چون همه سرویس ها رو این بعد بره. میگن اصلا مثلا طرف میگفت که آقای فلانی رو میخواین، آقای فلانی 45 دقیقه دیگه نوبتتون میشه. مشکلی نداره ما وایمیستیم. گفت یه روز رفتم دیدم همه کارمندا یه جور بدی دارن به من نگاه میکنن. گفتم اونجا گفتم آقا من با اجازهتون فردا دیگه نمیام. برای چی نمیان؟ من اگه برم بچه‌ها روزیشون بهتر میشم. من صبح میام از ماشین پیاده نمیشم. بچه‌ها نمیتونن، من با اجازهتون میرم. رفت. میگه رفتم یه کارواش کار پیدا کردم. میگفت برای من مهم نبود پراید میاد یا اسپونسد میاد. میگفت من ماشینای مردم رو لیست میزدم. میگفت اگه مثلا انعام بود 1000 تومان به من میدادم 5000 تومان، منم با بچه‌ها تقسیم میکردم. کارواش به واسطه حضور من رونق گرفت. یه روز یه بنز میشستم، این آقایی که من داشتم ماشینشو میشستم از دور داشت به من نگاه میکرد. بعد اومد پیش من، تموم شد، به من گفت که فلانی من انعام شیرینی میخوای یا کارت ویزیتمو میخوای؟ کسی که بنز داره احتمالاً مثلا 100 تومانم انعام میده. من بهش گفتم کارت ویزیت میخوام. میگه اون کارت ویزیتشو داد به من. همه دوستان گفتن خاک بر سرت بابا، این الان دو تا ترابل 50 میداد بهت فلان. گفت فردا زنگ بزن بیا من شرکت ببینم. میگه من رفتم این ساختمون رو دیدم، عظمت اون، یا ابوالفضل این چی بود دیگه؟ میگه رفتم اونجا نشستم، مثلا 17 و 18 ماه بود. گفتم آقای گفت بفرما خوش اومدید. میگه تازه فهمیدم این کیه، چند صد تا پرسنل داره. گفت ببین میخوام از فردا بیا استخدام شی اینجا، رانندگی بلدی؟ گفت آره. گفت میخوام راننده من شی. گفت اونجا چقدر پول میگیری؟ گفت مثلا ماهی 2 میلیون. گفت من بهت ماهی 5 میلیون میدم. گفت فردا صبح ساعت 10 اینجا باش. گفت جسارتا من تا آخر ماه نمیتونم بیام. چرا؟ من آخه به اونا نگفتم که میخوام بیام بیرون، اونا رو حساب من بعد یکی دیگر رو بگیرن دیگه. گفت آقای گفت من دیوونه‌ت شدم. گفت برو سر ما، من منتظرتم. سر ما رفتم اونجا تصفیه کردم و رفتم نشستم پیش، گفتم آقا سلام علیکم ما اومدیم. میگه تو 6 ماه تمام زندگیش دست من بود. ماهی 50 میلیون به من حقوق میداد. من شدم تو کارخونش مسئول تولید، خط تولید فلان بهمان، تا حدی که زندگیش همه دست من بوده و به واسطه اون من الان مشاور 50 شرکت بزرگ ایران تو حوزه کسب و کارم، تو خط تولیدهای کارخونه. همه اینا از کجا به اینجا رسید؟ شخصیت. اینا رمز موفقیته. خیلی از این چیزایی که تو این کتابا نوشته کلیه، اینا رو باید بیای تو کف خیابون یاد بگیری.